سلام. جمعه 9 بهمن 88 29 ژانویه 2010 میلادی در مورد 7 موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول اعدام محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور در تهرانه. این دو جوانی که فروردین امسال یعنی 3 ماه قبل از انتخابات دستگیر شده بودند و اتهامشون مشارکت در اون انفجار شیراز و انجمن پادشاهی ایران بوده، اما بعد از انتخابات و وقایع بعد از انتخابات با کارگردانی آقای مرتضوی اعترافات نمایشی از اونها درست کردن به سبک استالین و نهایتا هم این دو جوان رو اعدام کردن. درباره نقاط تهران شب گذشته در اعتراض به این کار الله اکبر گفته شد و باید گفت که با این کار حکومت کلکسیون جنایت‌های خودش رو تکمیل کرد. یک موقعی میگفتن 200 نفر رو تو خیابون بکشیم، 2000 نفر رو زندان کنیم، مردم میترسن میشینن سر جاشون. این کار رو کردن و دیدن مردم مقاومتر و مصممتر شدن. یک موقع میگفتن اگر ما اینها رو بگیریم زندان بکنیم، تجاوز بکنیم، میترسن دیگه یه عده بچه‌های سوسول و شمال شهری جا میزنن. کردن این کار رو در کهریزک، هر جنایتی رو مرتکب شدن و دیدن که مردم مصممتر و مقاومتر شدن. بعد اومدن گروه های ترور درست کردن در عاشورا، از خواهرزاده آقای موسوی تا دیگران رو و بعدا هم دکتر مسعود علی محمدی رو ترور کردن، بلکه فعالین جنبش بترسن، اما دیدن مردم مصممتر شدن. و آخریش هم اعدامه که مدتی است این خونریزها مطرح میکنن که اگر ما چند نفر رو در زندان اعدام بکنیم مردم میترسن و میشینن سر جاشون. به هر حال این کار رو هم مرتکب شدن و خواهند دید که این کار هم مثل کارهای دیگرشون نه فقط مردم رو نمیترسونه، بلکه اونها رو مقاومتر و مصممتر میکنه. به هر صورت تسلیت بنده و همه کسانی که در جنبش سبز هستند رو باید خانواده، امیدوارم خانواده محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور بپذیرند و بدانند که خون این عزیزان ضامن پیروزی و سرافرازی و سربلندی ملت ایران و جنبش سبز خواهد شد. نکته دومی که میخواستم بگم راجع به آکسیون های 22 بهمنه. برای اینکه این بحثمون انجام بدیم این یادآوری رو میکنم که تمام کارهایی که ما در 7 ماه گذشته کردیم ذیل در واقع 4 سرفصل قرار میگیره. در خدمت رسیدن به 4 هدف بوده. یک، اون کارهایی که مشروعیت زدایی میکرده از حکومت، مثلا عاشورا وقتی اومدیم و حرف زدیم و حکومت واکنش نشون داده، ماسک ریا و مذهبیش پاره شده، یا تظاهرات روز قدس، یا اطلاع رسانی که از جنایت‌ها، خیانت‌ها، دزدی‌هاشون کردیم و امثالهم، از حکومت مشروعیت زدایی میکرده. دسته دوم اکسیون‌هایی بوده که تقویت یکپارچگی و مقاومت عمومی رو میکرده، مثلا تظاهرات بزرگی که در خیابون میمدیم، الله اکبر گفتن سر پشت بون، دیوار نویسی، شعار نویسی و تحریم کالاهای حکومت و اخیراً هم این پیشنهاد که زنگ تلفن رو همه برگردونن، زنگای تلفن‌های دستیشون رو به سرود ملی منتخب مردم یعنی ای ایران و کارهایی از این قبیل که تقویت یکپارچگی و مقاومت عمومی رو داشته. دسته سوم اکسیون هایی بوده که ایجاد شکاف و فرسایش کودتاچی‌ها رو میکرده، یعنی کارهایی که در حکومت اختلاف ایجاد میکنه و اونها رو فرسوده میکنه، مثل جنگ روانی که با اونها میکنیم، مزدوراشون افشا میکنیم، به خونه هاشون زنگ میزنیم، تماس میگیریم، یا تظاهرات برق‌آسا، یا مظلومیت خود جنبش، یا اطلاع رسانی که میکنیم و امثالهم. و دسته چهارم اکسیون هایی که در خدمت فلج‌سازی حکومت بوده، مثل کمکاری که همه میکنند و حاصلش این است که رشد اقتصادی کشور به کمتر از 1% بنا به گزارش بانک جهانی رسیده، از 6.6% سال قبل کاهش پیدا کرده به 1.1%. یا تحریم کالاهای حکومت، یا اعتصاب و امثالهم. بعضی از این اکسیون ها با همدیگه همپوشانی هم داره، یعنی ممکنه ما یک کاری رو میکنیم مثلا تحریم کالاهای حکومت، اما در عین حال هم تقویت یکپارچگی عمومی هم
حکومت رو فلج میکنه. به هر صورت این 4 دسته کار، هر کاری که ما کردیم به نوعی خدمت رسونده به یکی از این 4 هدف و وقتی هر 4 هدف به مرحله ای از رشد و تکامل برسه، جنبش آماده میشه که وارد فاز نهایی بشه، یعنی فازی که دیگه ضربه آخری و تموم کننده رو بتونه بر حکومت وارد بکنه. با این توضیح اولیه راجع به 22 بهمن این نکته رو هم باید بگیم که به دلیل ساختار خاصی که جمهوری اسلامی داره، از این حیث با پاره دیکتاتوری های دیگه تفاوت میکنه و تعریف خودش رو از روز اول جوری قرار داده که راهپیمایی های عمومی در سالگرد انقلاب یا در روز قدس یا در نمیدونم سالگرد گرفتن سفارت آمریکا و غیره داشته. استفاده از این مناسبت ها یا مناسبت های ملی هم که خاص ایرانی هاست مثل چهارشنبه سوری، 13 بدر و امثال هم، یا خاص مذهبی مثل تاسوعا و عاشورا، این ویژگی رو به ما میده که هر چقدر هم که حکومت بخواد اعدام کنه، ایجاد رعب و وحشت کنه، بخواد بترسونه مردم رو که جرأت نکنن کاری بکنن، امکانی رو به ما میده این مناسبت ها که پامونو بذاریم توی خیابون، اجازه ندیم در لاک خودش ملت فرو بره و دیوار ترس و وحشت رو بشکنیم. به همین دلیل دهه مقاومت مدنی از 12 بهمن تا 22 بهمن فرصت دیگرباره است که جنبش میتونه توسعه عمق و وسعت بیشتر پیدا بکنه. تا اینجا من همه پیشنهاداتی رو که مطرح شده وقتی مرور کردم میبینم لااقل 3 پیشنهاد برای 16 بهمن ماه، روز اربعین حسینی و اربعین شهدای عاشورای ایران جمعه، پیشنهادی است که همه در واقع اطعام مساکین سبز بکنن، با نمادهای جنبش، با رنگ سبز، با وی نشون دادن، با عکس شهدای جنبش، به یاد شهدا و اسرای جنبش بتوانیم دیگران رو به غذا، به یک نون و پنیر ساده، به هر چیزی اطعام بکنیم و به این ترتیب از خونه اون روز جمعه هر کسی بیاد بیرون و کمکی به دیگری بکنه و تحرکی رو تجربه بکنیم که حکومت هم راه مقابله باهاش رو نداره. اکسیون دوم در واقع الله اکبر گفتن چهارشنبه شب 22 بهمنه و اکسیون سوم راهپیمایی روز 22 بهمنه. بیش از اینها من این نقاط مشترکی است که دیدم، اما خیلی پیشنهادات خوب دیگه‌ای هم مطرح شده، مثل اینکه مثلا دوشنبه 9:30 صبح که هر سال حکومت زنگ به اصطلاح انقلاب میزده در مدارس و بوق کشتی ها و ماشین ها و قطارها به صدا در می اومده، فرصت خوبی است که میشه در همه خیابون ها مردم بوق بزنن و در همه مدارس بچه ها اعتراض بکنن و شعارهای جنبش رو بدن و 10 پیشنهاد دیگه که حالا بسته به اقتضا و جایی که هستید و شهری که هستید، نقطه‌ای که هستید، میتونه به اجرا در بیاد. اما راجع به ریز این اکسیون ها در روزهای بعد باز هم بیشتر صحبت میکنم. موضوع چهارمی که میخواستم بگم این است که در دبیرستان دخترانه تیزهوشان فرزانگان امین اصفهان مراسمی برای 40 آقای منتظری گرفته بودند و مدرسه رو بچه ها سبز کرده بودند، اما حراست آموزش پرورش برخورد کرده، از مدیر مدرسه خانم عقارب پرست خواستند که بچه ها رو معرفی بکنه و وقتی او مقاومت کرده وادار به استعفاش کردن و مدرسه تعطیل شده. نکته ششمی که میخواستم بگم، نکته پنجمی که میخواستم بگم اظهارات آقای محمود رضا خاوری مدیرعامل بانک ملی ایرانه که بدهی دولت به بانک رو اعلام کرده 5000 میلیارد تومنه و در واقع عدد واقعی 8000 میلیارد تومنه، اما وادار کردن مصاحبهش رو پس بگیره و تکذیب بکنه و یکی از اعضای بانک ملی هم، اعضای هیئت مدیره بانک ملی هم دستگیر شده. به هر صورت طلب‌های لاوصول بانک ملی 14000 میلیارد تومان از جانب مدیرعامل مطرح شده و گفته که حساب‌های سال قبل شفاف نیست و به غلط 2000 میلیارد تومان طلب لاوصول بانک نوشته شده. مطلب ششمی که میخواستم بگم تکرار
رنگ آبی به جای سبز در پرچم ایرانه که به 2 بار رسیده و واقعا باید گفت جای تأسف داره که از رنگ سبز اینقدر وحشت دارن و رنگ پرچم ایران رو عوض میکنن. و نکته آخری که میمونه برای فردا ماجرای دعوای آقای هاشمی و آقای شیخ محمد یزدی که این داستان یک پیچ دیگه خورده که بحثش میمونه برای روز بعد. تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرفراز باشید. به امید پیروزی ایران و ایرانی.